رفقا سلام. با آموزش ساده و مختصر سایت گلکسی در خدمتتونم. برای انجام تسکای گلکسی شما وقتی که وارد سایت گلکسی میشید اول میایید و ولتتون رو کانکت میکنید، ولت EVM مثل متاماسکتون رو. بعد از این گزینه بالا سمت راست رو این حالت دایره مانند ضربه میزنید و وارد تنظیمات ادیت پروفایلتون میشید. از این بخش میایید و ولت های مختلفتون رو وصل میکنید. مثلا من الان ولت EVM همون مثلا متاماسکم، سولانا و سوی رو وصلش کردم. و نکته ای که هست، شما وقتی که میخواید ایردراپی رو کلیم کنید باید بیایید و با ولت EVM تون اون تسکاش رو کلیم کنید. مثلا ممکنه که ایردراپی روی شبکه سویی باشه، ولی شما وقتی که میخواید اون تسکا رو انجام بدید بعد بیایید و ولت متاماسکتون رو وصل کنید. و چون اینجا ولت سویتون هم وصل کردید اون تسکش برای ولت سویی هم حساب میشه و پوینتش رو میگیرید. پس این نکته رو در نظر داشته باشید. این بخش ولت باید بیایید ولت هاتون رو وصل کنید. یه بخش سوشال اکانت هم داره که باید بیایید و شبکه‌های اجتماعیتون رو وصل کنید که مهمتریناش میشه توییتر، دیسکورد و تلگرام. گیت هاب و بقیه شبکه‌های اجتماعی معمولا نیازی نمیشه. و نکته هم که هست، برای وصل کردن اکانت توییترتون باید یه پست خودش براتون میاره که چه پستی باید بذارید. پستی که براتون هست و داخل توییترتون شیر میکنید و لینکش رو اینجا پیست میکنید و اکانت توییترتون وصل میشه. برگردیم سراغ تسکا. همینطور که میبینید الان من این تسکا رو انجام دادم، حالا تسک دومی هم با هم انجام میدیم. اینجا واسه انجام تسکا روی این صفحه که ضربه بزنید، حالا من اینو انجام دادم نمیاره برام، وارد توییتر میشه. مثلا این گفته که پست توییترش رو لایک کنید. پست توییتر رو لایک میکنید. البته بعضی از تسکاش فیک ها رو میتونید انجامش ندید. لایک میکنید. اینجا یه گزینه فلش مانند هست، روی فلش میزنید. اگه براتون تایید بشه اینجا این تیکش تایید میشه و وقتی که کل این تسکا رو انجام بدید میتونید پوینتتون رو کلیم کنید. برای کلیم پوینت ها شما نیاز دارید به توکن جی. توکن جی رو بعد از کجا بگیرید؟ میایید و وارد سایت گسیپ میشید. من آدرسش هم براتون میذارم. اینجا ولت متاماسکتون رو کانکت میکنید. مثلا من اتریوم روی شبکه بیس دارم. هر مقداری که میخواید میتونید در حد $1-2 هم حتی خریداری کنید. میایید و توکن جی خریداری میکنید. دقت کنید که این توکن گراویتی است. آرمش هم دقت کنید کدومه الان اومده این اول. این توکن رو باید خریداری کنید. بقیه توکن ها اون توکنی که ما میخوایم نیست. توکن گراویتی. و دقت کنید که اگه قرار است صرافی هم بخرید باید شبکه گراویتی باشه. اگه شبکه اتریوم باشه نمیتونید اون تسکا رو کلیم کنید. بعد از اینکه تسکا رو کلیم کردید میتونید بیایید و روی این گزینه کلیم بزنید و تسکا رو کلیم کنید. یا اگه تسک گلکسی زیاد میزنید میتونید بیایید و اشتراک گلکسی پلاسش رو خریداری کنید. این بیشتر واسه کسایی که تسک گلکسی خیلی میزنن. مثلا من روزانه خودم شاید 20 تا تسک گلکسی بزنم، اینجوری برام به صرفه تره. میایید و اینجا این گزینه اولی اشتراک ماهیانش رو میخرید که اینجا البته الان داره سالیانش رو بهتون نشون میده. شما اگه بخواید بخرید گلکسی پلاس ماهیانه رو $2 ماهیانه باتون در میاد. ولی اگه تسک گلکسی زیاد نمیزنید همون توکن جی رو بگیرید، در حد $1 کافیتونه کلا. و اگه تسک گلکسی پلاس رو گرفته باشید روی این کلیم بزنید خودکار کلیم میشه. ولی اگه با توکن جی بخواید کلیم کنید روی این گزینه کلیم که بزنید اینجا براتون یه گزینه میاره که یا باید واریز انجام بدید یا یه گزینه اون پایینش هست نوشته کلیم دایرکتلی. روی اون که بزنید یه تراکنش به متاماسکتون ارسال میشه و ازتون میخواد که این توکن جی رو
کم کنید. این توکن جی رو ازتون یه مقدار خیلی کم، شاید در حد 2-3 سنت کم میکنه و این تسکش براتون کلیم میشه. خب تسک دومی ازتون میخواد که همون صفحه سیداس رو داخل گلکسی فالو کنید که حالا من فکر کنم این اگه آن فالو کنم تیکش برداشته شد. دقت کردید؟ الان برای انجام این بعد بیام صفحه رو فالو کنم، یه صفحه رو اینو رفرش بزنم، این تیکش میخوره، میام کلیم میکنم تسکمو و به همین راحتی برام انجام میشه. تسکای گلکسی به همین راحتی میشه انجامشون داد واقعا و چیز زیاد سختی نداره که بعضی از دوستان برای خودشون سختش میکنن. پس کار کلی که قرار شد شما انجام بدید، دقت کنید که باید بیاید توکن گراویتی خریداری کنید. این هم هست. در حد $1-2 هم کلا کافی اگه زیاد تسک نمیزنید. و اگه توکن خریداری کردید و گلکسی پلاس نخریدید، روی این گزینه کلیم که بزنید، اینجا یه صفحه دیپوزیت براتون میاره که میگه باید $5 $10 مثلا USDC واریز کنید. یه گزینه اون کنارش هست کلیم دایرکتلی، روی اون که بزنید یه تراکنش به متاماسکتون ارسال میشه و از این توکن های جی که داخل ولیوتتون دارید کم میکنه و به همین راحتی میتونید تسکا رو انجام بدید. خیلی ممنونم ازتون.